تو لحظه ای که خانم کریمی من نمیدونم این پلتفرم ها چه پدر کشتگی با تاریخ ایران دارن. یه روز تمسخر کمبوجیه در فیلمو کمبوجیه من یه میوه نیست. کمبوجیه نه پادشاه بوده. و امروز هم حمله به نمادهای با شکوه ایرانی در یه پلتفرم دیگه. از سلبریتی ها که انتظاری نمیره، اما واسم سواله، یعنی بین این همه عوامل این برنامه یه آدمی با سواد نبوده که به شرکت کننده ها بگه این نقشی که روی سیب گذاشتین و بهش شی پرتاب میکنین یه نماد از تاریخ چند هزار ساله این کشوره. شیر دال جای تخت جمشید به چشم میخوره و درفش کاویانی هم که واسه هممون شناخته شده است. جای تأسف داره تو دور زمانه‌ای که دیگران دارن میراث فرهنگی کشور ما رو به نام خودشون میزنن. ما وارثان ابوعلی سینا هستیم، باید جایگاه خودمون رو درک کنیم. یه عده به جای اینکه حافظ این میراث باشن دارن تیشه به ریشمون میزنن. نظر شما چیه؟